رقابت‌های پهلوانی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی برگزار شد که خوشبختانه ورزشکارای خوب و شاخصی برای تیم منتخب کابل و مخصوصا وزارت معارف شناسایی شد. در همین مورد بیشتر صحبت میکنیم با جناب محمد ابراهیم رحیمی و همچنان ورزشکار خوب پهلوانی جناب مرزامیر عزیزی. مهمانا سلام بر شما، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید. دوربینای ملی و ملی اسپورت در خدمتتان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیونی شما. محمد ابراهیم رحیمی هستم، عامل تربیت بدنی ریاست تعلیمات اساسی ثانوی وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان. سلامت بخیر باشین. همچنان مرزامیر عزیزی یکی از ورزشکاران خوب رشته پهلوانی هم اینجا است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرزامیر عزیزی هستم، یک تن از ورزشکارای پهلوانی افغانستان. بسیار خوش آمدی عزیزی صاحب. بیایم استاد ابتدا روی راه اندازی رقابت ها صحبت بکنیم که رقابت ها میان چند ورزشکار راه اندازی شد و هدف برگزاری رقابت ها چی بود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مسابقات به مناسبت دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان مسابقات برگزار شد که در 60 ورزشکار و 15 مکاتب و 6 کلب حضور داشتند که در اینجا در این مسابقات کلب معارف کلب معارف امارت اسلامی افغانستان وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان مقام اول گردید که کلب تیموریان عایز مقام دوم، کلب امید جوانان عایز مقام سوم. بسیار خوب. این رقابت ها مختص وزارت معارف بود دیگه؟ این مسابقات مختص به وزارت معارف منتقل بود که اما ساله ما مطابق با پلان جانتری که داریم بله. مسابقات خود دایر میکنیم و چیرهای برتر که ما در مکاتب شهر کابل وجود داره ارزیابی میکنیم با تیم منتخب معارف انتخاب میکنیم. بسیار خوب. انشالله به خودت برمیگردیم جناب استاد. عزیز صاحب، در مورد بازی های خودت برای ما بگو. در رقابت ها حضور پیدا کردی، جایگاه چندم به دست آوردی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه استاد رحیمی صاحب، به اجازه خودتان، این مسابقات به 3 حریف شکست دادم، مقام اول گرفتم. بسیار خوب. در وزن چند کیلوگرم؟ در وزن 55 کیلوگرم. بسیار خوب. با عبور از 3 ورزشکار جایگاه نخست به دست آوردی و خودت طلایی ساختی. در مورد بازی هایت برای ما بگو. چند حریف با امتیاز مغلوب ساختی و کدام حریف هم چیت کردی آخر؟ ما یک حریف ما چیت کردم و دیگر حریف هم چیت کردم و از یک حریف فاینال مسابقات بود. در فاینال از سر 6 در مساوی بردم. بسیار خوب. بازی فاینال هم مساوی بود ولی بله، نمره آخر باز ما گرفتم، برنده شدم. بسیار خوب. سخت‌ترین حریفت اگر بر ما بگویی در بازی کدام حریفت بود که با سختی از صد عبور کرده باشی؟ همین حریف فاینال بود. بسیار خوب. وزنت چند کیلوگرم گفتی؟ 55 کیلو. بسیار خوب. انشالله به خودت برمیگردیم. جناب استاد، در مورد این رقابت ها صحبت بکنیم که در کل از 6 کلبی که زیر چتر وزارت معارف اشتراک کرده بودن، آمار دستانه است به چه تعداد ورزشکار؟ 161 ورزشکار. در چند ردی سنی و در 17 کاتگوری. بسیار خوب. در 17 کاتگوری 61 ورزشکار از معارف شهر کابل، از مکاتب شهر کابل اشتراک کردند. بسیار خوب. هدف برگزاری را گفتین که به مناسبت پیروزی امارت اسلامی بود. دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان. آیا ارتباط دارین کلب معارف و وزارت معارف، آمریت ورزشی وزارت معارف با کمیته ملی المپیک افغانستان که ورزشکارایی که واقعا خوب می‌درخشند در رقابت‌ها شما را معرفی بکنین که حتی در ترکیب تیم ملی پهلوانی افغانستان از اون استفاده بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب سوال خوبی کردین. ما زمانی که مسابقات در مکاتب شهر کابل دایر میکنیم، نه در بخش پهلوانی بلکه در بخش بوکسینگ، فوتبال، والیبال، ژیمناستیک، هاکی که 13 مضامین ورزشی شامل نصاب تعلیمی وزارت معارف میباشه. در بخش مطابق با پلان سالانه جانتری که ما داریم، پلانی که داریم، مسابقات در مسائل دایر میکنیم و چهره‌های برتر ما ارزیابی میکنیم. چهره‌های برتر با تیم منتخب معارف جذب میکنیم. باز با تیم منتخب معارف که در مسابقات درخ شد، این با تیم منتخب با تیم‌های با فدراسیون ها معرفی میکنیم، کمیته ملی المپیک. بسیار خوب. و تا حالا به نمایندگی از وزارت معارف، به نمایندگی از ورزش وزارت معارف،
شما ورزشکار در بخش معارف و رقابت‌هایی که در کشورهای همجوار افغانستان برگزار میشه ورزشکار فرستادین؟ ما تیم‌های منتخب خود در بخش‌هایی که پیشتر از یادآور شدم انتخاب کردیم، چهره‌های برتر را گزینش کردیم، انتخاب کردیم. بله. چون عملیات دپارتمان تربیت بدنی و خدمات ثانوی یک کسای همه مسلکی هستند. بله. همه کسایی هستند در اینجا کار میکنن، مسلکی هستند و همیشه در رشته دسترسی خاص خود دارند، به خصوص در والیبال، فوتبال، هندبال، ژیمناستیک، هاکی، بوکس. ما ترینرهای مجرد خود داریم و این تیم وقت مسابقات ما دایر میکنیم، چهره‌های برتر انتخاب میکنیم و تیم منتخب معرف البته. تا هنوز ما کدام مسابقات بیرون مرزی از تیم منتخب معرف اشتراک نکردیم. بسیار خوب. در این باره صحبت کردین با مسئولان که چهره‌هایی که واقعا استعداد دارن و شما در چنین رقابت‌ها اونا رو شناسایی میکنین، اونا رو معرفی بکنین به رقابت‌های بیرون مرزی تا اینکه در دوشک‌های بین‌المللی و جهانی هم عملکرد خوبی داشته باشه و پرچم افغانستان در رقابت‌ها با اختصاص. خب فرمودین شما که بهتر بفهمید که مسابقات بغیر از پالوانی، فوتبال ما چهره‌های خوبی داریم که فرضاً در تیم منتخب فوتبال بازی میکنن. شاگرد مکتب هستند، فرضاً در بوکسینگ هستند، شاگرد مکتب هستند، در هاکی هستند، شاگرد مکتب هستند. اینا هم پرچم سفیر امارات اسلامی افغانستان مسابقات بیرون مرزی به اعتزاز میارن. بسیار خوب. انشالله به خودت برمیگردیم. استاد عزیز صاحب، در مورد تمریناتت بر ما بگو، برای راه‌اندازی این رقابت‌ها چقدر خودت آمادگی گرفته بودی که بتونی چون این عملکرد خوبی را از خود به جا بگذاری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تمرین مدت 7 سال میشه تمرین میکنم و در این مسابقه بسیار زیاد زحمت کشیده بودم. بسیار خوب. اطلاع داشتی از برگزاری رقابت ها که این رقابت ها قرار است به این تاریخ برگزار بشه تا اینکه برای آمادگی بگیری؟ بله، ما را گفته بودن که در این تاریخ مسابقه برگزار میشه. بسیار خوب. و در مورد این برای ما بگو که در کناری که عضویت تیم کلاب معارف داری، در تیم های دیگر هم مسابقه انجام دادی، رقابت کردی؟ و نام این مسابقه به نام معارف مسابقه کردیم و به نام دیگه جای مسابقه نکردیم. بسیار خوب. همکارم اشاره میکنه به شما برمیگردیم جناب استاد، بریم با هم بسته تصویری که از جریان رقابت هایی که چند پیش برگزار شده بود ببینیم. زود برمیگردیم. خوب است. مرحبا 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 شراغلی زمون کلی تسالار محترما شراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غوړو دتا پلار محترما گلونا غوړو دتا پلار محترما ستاسیوري دي زمون کلا سرون نورک نشي ستاسیوري دي زمون کلا سرون نورک نشي ستاسیوري دي زمون کلا سرون نورک نشي ژوندې دي رب لرا زمون د پاره محترما ژوندې دي رب لرا زمون د پاره محترما ګلونا غوړو دتا پلار محترما ګلونا غوړو دتا پلار محترما زمون کلی تسالار محترما درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کابل پذیرا باشید. ادامه برنامه افتخار از شما به گونه زنده این برنامه را از دو شبکه افغانستان ملی و ملی اسپورت بیننده بودید. استاد، بیایم در مورد این رقابت ها صحبت کنیم. راه اندازی رقابت ها چقدر برای ظرفیت سازی و بلند بردن استعدادیابی و ظرفیت سازی بازیکنان پهلوانی وزارت معارف موثر واقع میشه؟ گپ خوبی گفتین صاحب. ما همیشه مسابقات پیشتر گفتیم در رشته‌های مختلف ما برگزار میکنیم. بله. به خاطر یک چهره‌های برتر ما در اینجا ارزیابی بکنیم از استادای مسلکی خود
و ما در اینجا هم تشویق میشه ورزشکارا، در اینجا شاگردا به ورزش روی میاره، به خصوص در مکاتب شهر کابل. بله. اینجاست که ما توانمندی رو داریم که با شاگرد وقت شاگردا که به مسابقات براش راه اندازی میکنیم، ما چهره‌های برتر در اینجا انتخاب کرده میتونیم. اگر در صورتی مسابقه نکنه شاگرد ما در میدان ارزیابی نکنیم، در صنف ارزیابی کردن نمیتونیم، چون ورزش در میدان ارزیابی میشه چهره‌های برتر. بنابراین ما همیشه مطابق پلان پیشتر یادآوری کنیم تکرار نشه، مطابق پلانی که ما داریم سالانه در هر رشته 13 رشته مختلف که شامل نصاب تعلیمی وزارت معارف امارات اسلامی افغانستان هست، ما مسابقات خود داریم مطابق اجنده خود. بله. و چهره‌های برتر خود اینجا ما انتخاب بکنیم در رشته نه در رشته پالانی، بلکه بوکس است، والیبال است، فوتبال است، فوتسال است، همچون 13 رشته که ما 13 رشته که گفتین زیر چتر وزارت معارف فعالیت داره. رقابت‌هاش همین سالی که در حال سپری شدن است برگزار شده به نظر شما شاید بوده باشین، همکارای شما هست که ما مسابقات فوتبال با لیسه بی گرفتیم که 21 مکاتب شهر کابل در اشتراک کرده بود. مسابقات فوتسال در لیسه امانی گرفتیم که جوار شما هستن اینجا تقریبا 15 مکاتب شهر کابل اشتراک کرده در اینجا. مسابقات والیبال ما گرفتیم در لیسه آشدرانی گرفتیم که اونجا 15 16 مکاتب شهر کابل اشتراک کرده بود. و مسابقات والیبال ما در اورسوالیا گرفتیم که در اورسوالیا در شکردره اونجا اورسوالیا 7 اورسوالی اشتراک کرده بود که در اونجا ما همیشه مطابق با پلانی که داریم مسابقات ورزشی خودم با استادای مجرد مسلکی داریم، ما بخشای فنی ما مسابقات خودم میگیریم و چهره‌های برتر خودم ما شناسایی میکنیم و تیم منتخب معارف دعوتش میکنیم. بسیار خوب. شما به نمایندگی از یک وزارت فعالیت دارین در بخش‌های ورزشی افغانستان. چقدر همی فرهنگ به کوچه پس کوچه و ولایت ها بردین؟ ورزش و وزارت معارف مختص به پایتخت و کابل نیست. چقدر همی ظرفیت سازی و فرهنگ شما انتقال دادین به ولایت های دوردست کابل؟ خوشبختانه که وزارت معارف امارات اسلامی افغانستان جناب وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس تعلیمات اساسی ثانوی جناب محمد رحیم ایوب، مولوی محمد رحیم ایوب است، در بخش ورزش همیشه ما را کمک کرده و همکاری کرده و تشویق کرده. ما با گذشته که ولایت کابل است با 34 ولایت دیگه ما مدیریت های تربیت بدنی داریم. قبلا آمریت بود، حال مدیریت شده. ما در اونجا داریم مسابقات راه اندازی میکنیم، بعد بخش نظارت داریم اونجا میرن کارمندای مسلکی ما اونجا مسابقات برام میندازه و نظارت میکنن و چهره‌های برتر مسطح اورسوالیا به ولایت، از ولایت بالاخره به مرکز ما انتقال میدیم، چهره‌ای که ما ارزیابی میکنیم و چهره‌های نقبار در تیم منتخب جذبش میکنیم. بسیار خوب. امی 13 رشته که شما گفتین در تمام ولایت ها فعالیت داره؟ در تمام ولایت ها فعالیت داره. و آخرین موردی به جز از پایتخت، به جز از کابل که شما رقابت رو اندازی کردین در یکی از این 13 رشته ورزشی در کدام ولایت بوده؟ مثلا ما پیشتر برای شما یادآوری کردیم ما والیبال گرفتیم در اورسوالی شکردره. بسیار خوب. نه خیر، ما هدفم از ولایت ها بود. ولایت ها در مثال ولایت ها مسابقات ما فرضاً ما در ننگرهار مسابقات گرفتیم. بسیار خوب. و در خوست مسابقات داشتیم، تا مثلا در لوگر مسابقات داشتیم، در گردیز مسابقات ما گرفتیم، مسابقات داشتیم که کارمندای ما رفت اونجا که اونجا چهره‌های برتر اونجا ما انتخاب کردیم با تیم منتخب فوتبال، با تیم منتخب والیبال، با تیم منتخب هندبال. ما در 34 ولایتی که هست ما تیم‌های منتخب خود انتخاب کردیم، تیم داشتیم. بسیار خوب. و از این 34 ولایت چهره‌های برتر ورزشی که زیر چتر وزارت معارف فعالیت دارند به کمیته ملی المپیک شما معرفی میکنید؟ اونجا چون کمیته ملی المپیک افغانستان امارات اسلامی افغانستان نمایندگی خود فدراسیون خود در ولایت هم داره. بله بدون شک. هدف ما از وزارت معارف بود. ولی ما وزارت معارف هم نمایندگی های تربیت بدنی خود، عملیات تربیت بدنی خود، مدیریت های تربیت بدنی در ولایت ها دارن. بله. اونجا تیمی که ما انتخاب کردیم، تیمی که اونجا انتخاب شد، باز او کسایی که شایستگی را داشت از طریق خوب درخشی در میدان، باز میشه با تیم معرفی بکنید به ولایت، به فدراسیون بخش مربوطه است. بسیار خوب. انشالله که چنان که شما گفتین ورزش‌هایی که زیر چتر وزارت معارف فعالیت دارن همون گونه که گفتین به ولایت ها هم برده بشه و چهره های شاخص برتر شناسایی شود و حتی من یادآور شدم که در ترکیب تیم ملی رشته هایی که همین 13 رشته ورزشی که استفاده بشه. مثلا چون در مورد براندازی رقابت ها برای ما بگو چقدر رقابت ها مؤثر واقع میشه برای شما و اگری در تفاضل نزدیک فاصله کوتاه برگزار شود چقدر برای شما مفید واقع میشه؟ مسابقات و زودیانه گفتیم برگزار. بله. مسابقات باز چه
و زود برگزار کنیم. چیز وقتی که مسابقات برگزار میشه بله. به طول 1 ماه پیش یا 20 روز پیش یا 2 هفته پیش ما را میگن که مسابقه میشه، آمادگی زیادتر باز میگن. بله بسیار خوب. و جناب استاد در مورد برنامه‌های آینده آمریت ورزشی وزارت معارف و ما بگوییم که در آینده برنامه‌های شما از چه قرار است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواست خداوند باشه، به یاری خداوند و به همکاری وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان ما برنامه‌های گفت پیشتر هم یاد کردم تکرار نشه، بار تکرار نشه، که ما مطابق با جمع‌تری پلانی که برای ما داده میشه از وزارت معارف، ما از ریاست تعلیمات تأسیس ثانوی ما مطابق با اون پروگرام‌های خود پیش می‌بریم و خوشبختانه اینجا با خوشحال اینجا هستیم که خدا رضا و شکر است که ما وزارت معارف همه امکانات با دسترس عملیات باطل تربیت بدنی قرار داده است. از نگاه وسایل ورزشی، از نگاه وسایل ورزشی، توپ از جال از هر چیزی برای ما خرید دسترس ما کوشش داریم که می‌بینید با سطح ولایت‌های خود و با شهر کابل، با مکاتب شهر کابل تقسیم بکنیم یا ورزشکارای خود بتیم با دستش قرار بدیم. بسیار خوب. یعنی وزارت معارف همکار است در بخش امرای؟ چرا نیست؟ همیشه همکار بوده و همیشه ما مامورش بودیم، ما همکار بوده و ما تحویل کرده و تحویل میکنه و همیشه با در قسمت ورزش ما، در قسمت مسابقات ما، در مقام امکانات در اساس ما قرار داده است و قرار خواهد داد. بسیار خوب. یک بسته تصویری از جریان رقابت هایی که 2 روز 3 روز قبل برگزار شده بود بخش نونهالان است، بریم با هم ببینیم، زود برمیگردیم. برگشتیم و دوباره در حضور شما قرار داریم. شما بیننده یه برنامه افتخار از 2 شبکه افغانستان میلی و میلی سپورت هستید. من میزبان ورزشکاران و آمر ورزشی وزارت معارف هستم. جناب استاد، میرسیم به پایان بخش. اگر کدام گفتنی باشه میشه از همین دوربینا 2 شبکه میلی افغانستان در حضور شماست و گوش مسئولان برسید. ما کدام گفتنی خاص ندارم. جان سپاس از شما و از دستورالکاران شما و از ورزشکارایی که همیشه زحمت بکشن. و یک گفتنی خاصی این است که با جوانای ما همیست که با ورزش روی بیارن. ورزش ضامن صحت و سلامتی همگی ما و شما هست. بسیار خوب. میرزا جان، کدام گفتنی باشه همیشه و گوش مسئولان برسونید. ما کدام گفتنی خاص ندارم. نگه و مسابقات برگزار تشکری جواب از استاد عبدالله رئیس فدراسیون پهلوانی افغانستان. بسیار خوب. و بسیار جوانای ما دست به عمل میزنن و بله. چیز عمل چیز به دست میزنن، بیان عمل رو بیارن بر ورزش. بله. تا آینده خود خوب بسازن. بسیار خوب. از شما سپاسگزار هستم. ان شاءالله که در بقیه امورات زندگی کامگار سرفراز باشید. از شما جان سپاس. تشکر از شما و دستورالکاران شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر باشید.